ثمره‌های استغفار از کتاب الله سبحانه و تعالی. اولا استغفار چی معنا دارد؟ غفر یعنی پوشانیدن، بخشیدن. اما استغفار باشد خواهش کردن آمرزش و بخشش از الله سبحانه و تعالی. پس معنای استغفار یا کلمه استغفار این کلمه است که بنده از گناهان خود پشیمانی میکشد، با اخلاص و تواضع و سوی پروردگار رجوع کرده از او طلب مغفرت میطلبد، با امید رحمت اینکه گناهان او بخشیده می شود و میگوید استغفر الله استغفر الله استغفر الله، یعنی با سوی پروردگار طلب آمرزش میخواهم. استغفار ثمره‌های خیلی زیاد و نیکویی هم در حیات انسان میگذارد. الله سبحانه و تعالی میفرماید در محکم آیاتش لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، چرا استغفار نمیکنید؟ باشد که الله سبحانه و تعالی شما را شامل رحمتش قرار بدهد و بدان که استغفار این سبب رحمت و بخشش گناهان بنده میگردد. الله سبحانه و تعالی میفرماید فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، بگو از پروردگارتان طلب آمرزش بطلبید که او به درستی به نهایت بخشنده و مهربان است. و استغفار سبب فرود آمدن رحمت الهی است. الله میفرماید یرسل السماء علیکم مدرارا، و پروردگار از آسمان برای شما باران را پی در پی میفرستد. و استغفار سببی بر کثرت زیاد شدن رزق و روزی میگردد با باغها و دریاها و نهرها. الله میفرماید و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، که پروردگار با سبب استغفار کردنتون بر شما باغها و جایهای نیکومند قرار میدهد. و بدان که استغفار سببی بر کثرت شدن مال میگردد. الله میفرماید و یمددکم باموال، و شما را با اموال با مالها یاری میرسانیم، اموال شما را بر کثرت زیاد میکنیم با سبب استغفار با سوی پروردگارت. و بر این اکتفا نکرد در اینجا و یمددکم باموال، گفت با مالها شما را ما کمک میکنیم و بنین، و همچنین سببی بر کثرت شدن فرزندان نیکو و صالح میگردد و فرزندان شما را یاری میکنیم. و این استغفار یک عطای الهی است، یک نعمت است بر اهل احسانکار. الله میفرماید و ما یلقاها الا الذين صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، و این را یعنی این نعمت ها را تنها کسانی میابند که صبر کردند و تنها صاحبی بخت بزرگ به آنجا میرسند. و الله میفرماید و میدهد هر صاحب فضل را فضل بزرگی. و استغفار این سببی برطرف گشتنی بلاها از انسان میگردد. الله میفرماید و ما کان الله لیعذبهم و هم یستغفرون، و الله سبحانه و تعالی هرگز این بندگانی که استغفار میکنند آنها را عذاب نمیکند. و بدون که استغفار سبب افزایش قوتی بنده میگردد، چون الله سبحانه و تعالی سوره هود میفرماید که شما را با قوتی بر قوت شما باز میافزایم. و استغفار یک متاع نیکویی است، یک نعمت نیکویی است و بسیار فایده های عظیمی هم دارد. و استغفار در حیات انسان یک کلمه خیلی مهمی باید باشد که باید از قلب با واسطه زبان آن بیرون شود. حتی روایت بخاری که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که من در یک روز بیشتر از 70 مرتبه برای الله سبحانه و تعالی استغفار میکنم، از او طلب مغفرت میطلبم. الله اکبر، که او صلی الله علیه و سلم گناهان گذشته و آیندهش بخشیده شده بود. از کجا بستد ما؟ الله اکبر.